های دو تیم در مقابل هم و برعکس همیشه نیمی از جامعه فوتبال ناراحت و نیمی هم شاد شده جهان. امیدوارم که در گستره آسیا این دو تیم بدرخشن و از این به بعد دوچار این همه مشکل نباشند. با همین نگاه آغاز میکنیم خاصترین دربی رو و خاصترین شهرآورد دنیا رو. بلافاصله علی شاه برای ارسال سر توپ میزنه، میندازه تو در. حالا فرصت، یه بار موقعیت، یه فرصت، ضربه سر حسینی نمیذاره دوباره کورنر بشه. یه اشتباه از خود حسینی که بلافاصله ببینید میلاد محمدی ارسال به روی دروازه، سردار درسون ضربه رو میزنه، باز کنار دروازه توپ بیرون میره. نگاه کنیم اینجاست که سردار درسون از این زاویه هم نگاه کنید با فاصله کم درسون جا موند. استقلال حالا حمله میکنه، ضربه رو هم میزنه و گندوز توپو میگیره. اولین حمله جدی استقلالی ها. ببینیم نظر چیه. دعوا بالا گرفته بین چشمی و بازیکنان دیگه که امیدواریم خیلی هم دیگه از این جدیتر نشه و بازیکنان به رفتار خودشون مسلط باشن. رامین حرکتش رو شروع کرده، رامین رضایی میتونه حتی شوت بزنه، میزنه به پشت دروازه‌بان، میتونست که دروازه باز بشه. حالا یک نگاه کنیم، یه حرکت قشنگ، همون که گفتم بهتره که اینجوری ببینیم بازی رو قشنگ و قشنگتر بشه. این مسابقه لذت ببریم از این فوتبال، چقدر حرص بخوریم برای فوتبال. بذارید اینها بدرخشن، بذارید این بازیش کورنر رو میزنه، باز هم ضربه، فرصت برای استقلالی ها در محوطه جریمه. استقلالی ها میگن پنالتی، داور چنین نظری نداره. نگاه کنیم صحنه رو. نه اتفاقی نیفتاده و بلافاصله هم تیم داوری اعلام میکنه که بازی دنبال بشه. ایمار حالا ایوب، یک کار خوب برای ایوب، فرصت برای ارسال به دروازه، یه ضربه سر حسینی استقلالی ها رو میبره هوا و خوشحالن حالا که کاپیتانشون اینجوری تو چه کار میکنه. میندازه برای علیپور، فرصت برای علیپور، میره علیپور، فرصت، پنالتی برای تیم فوتبال پرسپولیس. پنالتی گرفته میشه. چه پاسی داد امید علی شاه. بریم صحنه رو، شاید مشهور به آفساید هم بوده باشه. نگاه کنیم اینجا علیپور خوب کورس برداشت، خوب دور برداشت، رفت جلو اینجا و دیگه زدن او رو و اینجاست که باید ببینیم نظر تیم داوری چه خواهد بود. داور فاصله زیاد داشت اما از اون فاصله دور با قاطعیت نقطه پنالتی رو اعلام کرد. هنوز البته تایید. یک پنالتی هیجان انگیز در ورزشگاه آزادی. سردار درسون ضربه رو میزنه و میگیره. یه بار دیگه فرصت، سردار درسون توپو نمیتونه گلش کنه. یک کنانی ضربه رو میزنه و گل برای پرسپولیس. نتیجه 1-0 میشه. حالا قصد امور خیریه. حسینی اینجا هم رفت، اینجا هم البته زودتر حرکت کرد چون گل شد دیگه تمام کار. راجع به توپه بگم، توپی که گل میشه حتما شاید گل مساوی رو بزنه رو دروازه. یه موقعیت، یه ضربه برای رافائل اما به ثمر نمیرسه. چشمی، آزادی، رضاییان، اندونگ، هردانی، سهرابیان بازی خواهد شد. میبینید صحنه را که چه اتفاقاتی روی دروازه برای دوباره رو دروازه، یه ضربه و گل به خودی، یه ضربه عالی، ضربه که حالا کوشکی دستر، حالا دستر شد همه چی. نگاه کنیم گل به خودی شد، نه خود کوشکی زده. نگاه کنیم صحنه رو،
بله یه گل جذابم زد کوشکی، خودش دروازه رو باز کرد. تو صحنه اول من فکر کردم گل به خودی شده، فرجی نتونست سر بزنه و حالا میبینید کوشکی که راجبش هم صحبت کردیم اینجا گل مساوی رو زده. با این میشه ضربه ایستگاهی برای یاران استقلال. رامین رضاییان میزنه ضربه سر و گندوز توپو برمیگردونه. رفتن الان تو آفسایدن ولی خب بلافاصله برمیگردن. یه فرصت و گل توی دروازه. یه پاس طلایی از سروش رفیعی و علی پور. یه جشن رونالدویی اینجا به پا میکنه. کنترل عالی و ضربه تماشایی. مدافعان استقلال اصلا فکر نمی‌کردن که شاید این طرف بیاد و سروش اصلا. رامین رضاییان فرصت برای یاران استقلال به دروازه پرسپولیس. یه ضربه یه شوت به بیرون به کنار دروازه میره و این صحنه رو نگاه کنید. این شده یه فرصت برای یاران پرسپولیس به سمت دروازه. یه موقعیت فرصت برای پرسپولیس. حالا از این ور یه شوت و به بیرون. یه موقعیت، یه ارسال، یه ضربه، یه حرکت، فرصت، چشمی. حالا از این ور یه شوت، فرصت برای گل مساوی به ثمر نمیرسه. چه خواهد شد؟ گل مساوی یا نه؟ نگاه کنیم سابقه داشتن که تو این دقایق گل زدن، ضربه میزنن ولی توپ از کنار دروازه به بیرون میره. اتفاقا خود همین بازیکن یکی از گل‌های دیر وقت دربی رو زده. نگاه کنید سهرابیان به عقب. تمام 3 امتیاز برای اسماعیل کارتال، 3 امتیاز برای پرسپولیس. استقلال واقعا شایسته بود، واقعا عالی بازی کرد و پرسپولیس حالا اینجا جشنشون رو ببینید، شادی اونها رو ببینید. رنگ قرمز در ورزشگاه آزادی به چشم میاد و نتیجه 2-1 به نفع پرسپولیسی هاست.